شاعر با حس بشری و عاطفی چنان به سرایش وضع موجود و جهان پیرامون خود رفته که گویا گیتار نواز همچون سازهای دلانگیز درد و رنج حال را به نوازش آورده است. وی شعر را سرایش دردهای پنهان آدمی می‌دانست و با برقراری با طبیعت و جهان پیرامون خویش آهنگ چنین اندازی خلق می‌کرد که شاهان و حاکم زمانه را به شنیدن و نوازش خود دعوت می‌کرد. نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یاران و همراهان گرامی، با درود به یکی دیگر از معرفی نامه شاعران فارسی سرای سده 4 خورشیدی خوش آمدید. میبینی آن دو زلف که بادش همی برد، گویا که عاشقی است که هیچش قرار نیست، یا نکی دست حاجب سالار لشکر است که از دور می نماید و امروز بار نیست. روایت فوق روایت شاعر و اندیشمند فارسی زبان است که در روزگار سامانیان زیسته و هم دوره و هم روزگار شاعران و ادبیاتچیان چون کسایی، دقیقی، شهید بلخی، مؤید بلخی، رودکی، اماره و نویسندگان و ادب دوستان آن عصر بوده است که با سرایش و خوانش شعر و روایتگرایی درد، رنج و حس انسانی و بشری خویش را در قالب‌های متعدد متداول وقت و فریاد کشیدند و یکی از این فریادگران و سرایشگران دردها و رنجهای آدمی خبازی نیشابوری است. نیشابوری شاعر با حس بشری و عاطفی چنان به سرایش وضع موجود و جهان پیرامون خود رفته که گویا گیتار نواز همچون سازهای دلانگیز درد و رنج حال را به نوازش آورده است. وی شعر را سرایش دردهای پنهان آدمی می‌دانست و با برقراری با طبیعت و جهان پیرامون خویش آهنگ چنین اندازی خلق می‌کرد که شاهان و حاکم زمانه را به شنیدن و نوازش خود دعوت می‌کرد. در باب زندگی و زمانه نیشابوری منابع و مراجع زیادی در دست نیست، اما نظام عروضی در 4 مقاله خویش وی را شاعر بزرگ و سترگ عصر سامانیان یاد کرده است. همچنان در لغتنامه دهخدا وی را شاعر متقدم دوران سامانی و سرایشگری بی‌نظیر ادب فارسی برشمرده است و در کتاب مجمع الفصحا جلد اول نیز در باب نیشابوری به خوبی و زیبایی ستایش و خوانش شده است. خبازی نیشابوری که یکی از شاعران عصر سامانیان بوده، روایت قاطع و مسلم در باب سالزاد و سالمرگ وی در دست نیست، اما بر اساس روایت دکتر محمد دبیر سیاقه سال درگذشت وی را 342 هجری قمری قلمداد نموده و روایت است که نیشابوری در سرایش شعر و نظم ادب فارسی دستی بالایی داشته، لیکن به دلیل نبود یک دستگاه منظم برای حفظ و نگهداری آثار منظومی وی ابیات و آثار زیادی از وی به جا نمانده است. تنها نمونه منظومی که میتوان به نیشابوری متعلقش دانست که در کتاب‌های متعدد تاریخی تذکر یافته 2 بیت زیر می باشد.
میبینی آن دو زلف که بادش همی برد گویا که عاشقی است که هیچش قرار نیست، یا نه که دستی حاجبی سالار لشکر است که از دور می نماید و کامروز بار نیست. به هر انجام خباز نیشاپوری شاعر اندیشمند و روایتگر ادبیات فارسی در عصر سامانیان بوده که با سرایش و خلق روایت ادبی و فرهنگی در گسترش و رونقگیری ادبیات فارسی در سده 4 هجری نقش برازنده داشته. یاد و خاطره آن جاودان باد. تا درودی دیگر، بدرود. در صلح و آرامش باشید.